روسیه قاعده‌های اعترافی حقوق‌های رانندگی را روشن کرد و این باعث نگرانی مهاجران تاجیک شد. اما وضعیت برای اکثر رانندگان به تغییر می‌ماند. حقوق‌های رانندگی تاجیکستان با ونسکایا کنونسیا موافقند. بنابراین شهروندانی که ماشین را تنها برای استفاده شخصی می‌رانند، می‌توانند در روسیه با شهادتنامه رانندگی ملی حرکت کنند، به شرطی که حجت به زبان روسی باشد یا ترجمه نوتاریالی داشته باشد. تغییرات تنها به آنهای دخل دارد که می‌خواهند در روسیه همچون راننده کار کنند. تاکسیست‌ها، بارکشان، کوریرها و دیگران باید حتما امتحان قاعده‌های راه تئوری سپارند. امتحان عملی رانندگی را گزارند و شهادتنامه رانندگی روسیه را گیرند. برای دیگران باشد یگان محدودیت نو جاری نشده است.